روز 19 مارس سال 2023 نقطه فروش سوزشواری کبیر 77 در نویه جبو رسول ولایت سوخت به کامیابیش رفته است. این زپراف میبایست روزهای نزدیک گشوده میشد. برای فرو نشاندن سوختار 13 ماشین سوختار نشانی جلب کرده شده است. خبرگزاری سپوتنیک تاجیکستان از محل حادثه خبر داد که بر اثر این حادثه ناخوش امارات و اسباب و تجهیزات‌های تکنیکی تامین کننده مواد سوخت سیب سیاه و به خاکستر تبدیل شدند. بنا به گفته فاروق یوسفی سردار اداره سوختار نشانی نویه جبو رسولوف، سوختار تقریبا ساعت 9:25 رخ داده است. سوختار در مساحت 40 متر مربع دامن پهن کرده است. خوشبختانه علنگه آتش تا ذخیره کننده گاز و بنزین نرسیده و کسی از کارمندان انشاءات آسیب جدی جسمانی نبرداشتند، گفت یوسفی. نقطه فروش سوزشواری کبیر 77 نفساختمان بوده، تازه برای شروع نمودن فعالیت آمادگی میدید، ولی پیش از کشوده شدنش به کامیابیش رفت. مقامات سبب و ضرر رسیده از حادثه را تحقیق میکنند. بر پایه اطلاع مقامات دوام سال گذشته در سوخت بیش از 460 مورد آتش سوزی به قید گرفته شده است که بسیارشان در پی نقض قاعده‌های بی‌خطری از سوختار رخ دادند.